سیاست نفتی شاه در دهه 50. تاریخ نفت در ایران تاریخ شگفت‌انگیزی از توطئه‌های خارجی، دسیسه‌ها، ترورها و حتی کودتاست. در واقع نفت برای ایران هم موجب منفعت و برکت بوده، هم اسباب بدبختی و فلاکت. وقتی اسناد برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد سال 2008 از طبقه بندی محرمانه آمریکا خارج شد، مسائلی درباره نقش آمریکا و عربستان در تزلزل حکومت پهلوی را نشان میداد که تکان دهنده بود. تبانی آمریکا و عربستان در سال 1976 برای کاهش قیمت نفت پیامدهای غیر منتظره‌ای در پی داشت. توطئه آنها نقطه آغاز یک بحران مالی در ایران بود. بحرانی که با بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران پایه‌های حکومت را نیز به لرزه انداخت. توجه این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. The blue-eyed people have to wake up. انحلال شاه، آزادی زندانیان، جای شاه یک حکومت دموکراسی. رفراندوم البته این موقت. هر تصمیمی که دادگاه بگیره من تسلیم. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می‌کنه. حداقل 50 نفر از اینها را باید اعدام. شکنجه مگر حرام نشد؟ تنها شرط برگشتن شاه است. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. شاه مغرور. بعد از جهش قیمت جهانی نفت در پی نشست سال 52 اوپک در تهران، لحن شاه در مصاحبه ها و سخنرانی هایش تغییری اساسی کرد. Because it started well before we increased the price of oil. You built your progress and your affluence at our expense. شاه دیگر تواضع گذشته را در مقابل آمریکا و کشورهای غربی از خود نشان نمیداد. در این سالها سفیران آمریکا و انگلیس دائما در حال چانه زنی با شاه برای بالا نبردن قیمت نفت بودند. پس از آن سیلی از خبرنگاران و روزنامه نگاران روانه ایران شدند تا با شاه مصاحبه کنند. او در این مصاحبه ها علت افزایش قیمت نفت را تورم قیمت کالاهای غربی دانست و تأکید کرد که اگر آنها نفت نخرند به هیچ وجه تولید کنندگان قیمت نفت را پایین نمی آورند و آن را ذخیره خواهند کرد. در آن زمان شاه در اوج عظمت و غرور بود و خزانه‌های سرشار دولت از پولهای نفت بر قدرت و اعتماد به نفسش روز به روز می‌افزود. اما روند صعودی قیمت نفت مطابق پیشبینی محمد رضا شاه ادامه پیدا نکرد. جهش قیمت نفت منجر به رکود اقتصادی غرب شد. از طرف دیگر هم ریخت و پاش بی اندازه حکومت در داخل تورم و هزینه ها را بالا برد، بی آنکه مردم دهان سوخته ایران احساس کنند واقعاً آشی خوردند. متحد سرسخت آمریکا. Our commitment to a continuity of relations and constructive cooperation with friends such as Iran. با وجود اینکه آمریکایی‌ها شاه را بزرگترین و مطمئن‌ترین متحد خود در خاورمیانه می‌دانستند، اما او به راحتی به خواسته‌های آنها تن نمی‌داد. اسناد اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از تنش‌های شدید بین شاه و آمریکا بر سر بهای نفت پرده برمی‌دارد. آمریکایی‌ها به شاه هشدار دادند که بهای بالای نفت اقتصاد غرب را زمین خواهد زد. اما محمد رضا پهلوی از تأمین خواسته‌های دو رئیس جمهور محافظه‌کار جمهوری‌خواه یعنی ریچارد نیکسون و جرالد فورد و حتی هنری کیسینجر بالاترین مقام ستایشگر شاه سر باز زد و بر بالا رفتن قیمت جهانی نفت پافشاری کرد. ماهای نخست حضور فورد در دفتر ریاست جمهوری ماهایی پر آشوب و سرشار از آشفتگی بود.
او برای خروج از این بحران به وزیر خارجه خود یعنی کیسینجر متکی بود. کیسینجر به فورد هشدار داد که رژیم شاه آنقدرها که به نظر میرسد قوی و مستحکم نیست و فشار به او درباره سیاست‌های نفتی به سقوط شاه می‌انجامد. Ourselves in the friendship of your country. I think the talks were extremely constructive. We attach great importance to our relationship with Iran. به اعتقاد کیسینجر بهای بالای نفت هزینه‌ای بود که غرب باید برای حفظ ثباتش در خاورمیانه پرداخت می‌کرد. اما برخلاف کیسینجر بسیاری از مشاوران رئیس جمهور آمریکا اعتقاد داشتند باید به شاه برای بالا نبردن قیمت نفت فشار آورد. در نهایت فورد سپتامبر 1974 رسما خواستار کاهش بهای نفت شد. محمد رضا شاه که در کاخ سفید به امپراتور نفت شهرت داشت به او پاسخی تند داد: هیچ کس نمیتواند چیزی را به ما دیکته کند، چون ما هم در پاسخ به او همین کار را خواهیم کرد. یکی از مأموران بهت زده CIA گفت او فرزند ما بود، اما فرزندی که حالا دیگر بزرگ شده است. رانده آخر مبارزه در دوحه. خاورمیانه با مرگ ملک فیصل در سال 1975 و ورود سیاستمداران جدید سعودی وارد مرحله تازه‌ای شد. سیاستمداران جوان می‌خواستند از قدرت نفتی عربستان به عنوان اهرمی استراتژیک برای ارتقاء روابط خود با آمریکا بهره بگیرند. در همان سال هم کشورهای عضو اوپک به دلیل رکود اقتصادی در غرب از میزان تولید نفت خود کاسته بودند. محمد رضا شاه امیدوار بود مثل سالهای گذشته بتواند رهبری اوپک را در اختیار بگیرد و با افزایش بهای نفت تورم 35% کالاهای غربی را جبران کند. ولی این بار عربستان اعلام کرد که اگر اصرار بر افزایش بهای نفت ادامه داشته باشد، عربستان از اوپک خارج خواهد شد و با پایین آوردن قیمت نفت خود بازار نفت را یک شبه اشباع خواهد کرد. در این مدت دیدارهای فرستادگان پادشاه عربستان با مقامات آمریکایی و مذاکره با آنها در خفا ادامه داشت و این در حالی بود که تعداد مخالفان سیاست‌های شاه در آمریکا رو به افزایش بود. همه این اتفاقات پشت پرده بر نشست بعدی اوپک که قرار بود در دسامبر 1976 برگزار شود سایه انداخت و به اعتقاد همه این نشست راند آخر مبارزه ایران و عربستان بود. آمریکا از سیاست نفتی شاه ناراضی بود. 2 ماه پیش از نشست اوپک فورد نامه تندی به محمد رضا شاه نوشت و هشدار داد بهای بالاتر نفت میتواند به سیستم بین المللی آسیب‌های جدی وارد کند و با ضربات مهلک خود اقتصاد جهانی را به وضعیت رکود برگرداند. اما این نامه نه تنها باعث عقب نشینی شاه نشد، بلکه او پاسخ کوبنده‌ای به فورد داد. شاه رئیس جمهور آمریکا را سرزنش کرد که غربی‌ها عادت بیمارگونه‌ای به نفت ارزان پیدا کردند، اما قرار نیست ایران بهای مشکلات اقتصادی غرب را بپردازد. این تنش‌ها تا زمان برگزاری نشست اوپک در دوحه ادامه داشت. اما وضعیت وقتی برای محمد رضا شاه سخت‌تر شد که تنها چند ساعت به آغاز مراسم سفیر عربستان با آمریکایی‌ها ملاقات کرد و به آنها گفت عربستان اجازه نمی‌دهد که بهای نفت بیش از 10% افزایش یابد. اجلاس دوحه در حالی آغاز شد که زکی یمانی وزیر نفت عربستان نه تنها از 10% افزایش قیمت حمایت نکرد، بلکه گفت عربستان بنا ندارد قیمت نفت را در سال جاری افزایش دهد. این تصمیم عربستان با مخالفت همه اعضای اوپک به جز امارات مواجه شد. در نهایت عربستان اعلام کرد نفت خود را به بهایی کمتر از رقم پیشنهادی رقبای خود خواهد فروخت و تولید داخلی خود را نیز افزایش خواهد داد. یکی از ناظران آمریکایی در یادداشتی نوشت یمانی با این هدف به اجلاس اوپک رفت تا به شاه نشان دهد رئیس واقعی اوپک کیست.
پولهایی که بر باد رفت. در روزهای نخست ژانویه 1977 آشفتگی در بازارهای جهانی نفت اقتصاد ایران را زیر فشار خرد کننده‌ای قرار داد. میزان صادرات روزانه نفت در سراشیبی سقوط قرار گرفت و صدها میلیون دلار از درآمدهای پیشبینی شده نفتی ایران برباد رفت. محمد رضا پهلوی برای ترمیم اقتصاد ضعیف ایران و تقویت پایه‌های حکومت خود روی قیمت بالای نفت حساب کرده بود. او که یک قمارباز تمام عیار در اقتصاد و سیاست بود، این بار در قمار نفتی باخت. شاه شیفته نظریه فشار شدید برای توسعه بود، نظریه‌ای که بر اساس آن کشورهای در حال توسعه می توانند با هزینه کردن درآمدهای خود به جای پسنداز آن در طول یک نسل اقتصاد خود را مدرنیزه کنند. استراتژی پر ریسک او مستلزم این بود که بهای نفت ایران همچنان بالا بماند. فشار شدید شاه برای توسعه در دهه 50 با مشکلاتی مواجه شد. تزریق ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به جامعه‌ای با اکثریت بیسواد و اقتصادی در حال توسعه نتیجه‌ای جز آشفتگی و ناآرامی‌های گسترده در بر نداشت. شاه برای خروج از بنبست‌های متعددی که داشت، نشست اوپک در دوحه را ریسمان نجات بخش خودش می‌دانست. اما تصمیم آمریکایی‌ها و سعودی‌ها برای کارشکنی در اجلاس دوحه و بریدن طناب نجات شاه از بحران مالی، ضربات شدیدی به متحد دیرین آمریکا در خاورمیانه زد و ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفت. اسدالله علم در خاطراتش نوشته: ما تا آخرین دیناری که در دست داشتیم را برباد دادیم و فقط به همین خاطر بود که با یک حرکت از سوی عربستان سعودی مات شدیم. چه باید کرد؟ الحکم لمن غلب.